به نام خدا. با آکادمی کامبت خیلی خوش اومدید. امروز با یکی از ضربات پایه بوکس در خدمتتون هستم. اسم ضربمون هست هوک. هوک به دو حالت زده میشه، یک هوک بوکسی، یک هوک آمریکایی که تفاوت‌هاشو در ادامه براتون توضیح میدم. دقت کنید، حالت گارد و پای پوزیشن میگیرید، گارد بالا، دید روبرو، شونه بالا. دقت کنید ضربه به این حالته. این میشه هوک آمریکایی، شست به سمت پایین قرار داره، چرخش و قدرت ضربتون رو از پا و کمرتون میگیرید. دقت. این هوک چپ و هوک راست به چه طریقه؟ همین حالت قرار میگیریم. حالا از این سمت میگیرم ضربات که بهتر دیده بشه. دوستان دقت کنید که رو ضربات و هوک ما شونمون رو باید کامل بدیم بالا و چرخش پا داشته باشیم تو حالت پای ضربه هوک. در مبارزات با سیستم هوک زدن متفاوته. دقت کنید. سه چهار، سه چهار. بی حالت هم میگیرم که بهتر دیده بشه. دقت. حالت گارد پای پوزیشن. سه چهار، سه چهار، سه چهار. حالا هوک آمریکایی رو براتون توضیح دادم که شست به سمت پایین قرار میگیره در موقع اجرای ضربه، ولی هوک روسی قدرت خیلی زیادی داره و در فواصل دورتر زده میشه و حتی با حرکات جنگی. دقت کنید هوک روسی به این طریقه، یعنی شست به سمت بالا قرار میگیره. از اینکه کانال ما رو سابسکرایب میکنید خیلی ازتون تشکر میکنم.